سه تا تصمیم رو میخوام بهت بگم که باعث میشه تو زندگی پول پارو کنی. پس با دقت با من همراه باش. 2 دقیقه فقط کافیه تایم بذاری با این سه تا تصمیم آشنا شی. تصمیم اول، یه عینک چرا همیشه باید رو چشت باشه. چرا فلانی فروشش خیلی خوبه؟ چرا فلانی داره خیلی خوب نتیجه میگیره؟ چرا فلانی تونسته ماشین خوب بخره؟ این فرصت ها همیشه هست، جلوی چش ماست. اصلا من میگم سنگفر شهر خیابان از خلاص، ولی خیلیامون چون تمرکز آگاهانه نداریم، چون دنبال اون علت نیستیم، چون چرا رو نمیپرسیم، خیلی ساده از کنار فرصت هایی رد میشیم که یه دونهش میتونه زندگیمون رو تغییر بده. پس حواسمون رو باید جمع کنیم. تصمیم دومی که باید بگیری، تصمیم بگیر توی زندگیت همیشه به جای دفاع حمله کنی. ببین الان مثلا خیلی دچار مشکلات مالی میشن، چیکار میکنن؟ اولین کاری که میکنن فقط هزینه هاشون رو کاهش میدن. کار دومی که انجام میدن، کار دومی انجام نمیدن، در حالی که اصلا میتونستن به جای اینکه فقط تمرکز کنن روی کاهش هزینه، تمرکز کنن روی افزایش درآمد. ببین به جای عقب نشینی حمله کن. خیلی کار ساده تریه. همون انرژی رو که میخوای بذاری هزینه‌هات رو کم کنی، شرایط زندگیت هم سخت‌تر کنی، همون انرژی رو بذار درآمدت رو بیشتر کن. یا همیشه باید از خودت بپرسی من الان هزینه‌ام مثلا زیاد شده، مشکلاتم زیاد شده، به جای اینکه هزینه‌امو کم کنم چیکار کنم که درآمدم بیشتر شه؟ اون چیزی که تو روش تمرکز می‌کنی همون تو زندگیت اتفاق میفته. تمرکز کن پیوسته روی افزایش درآمد. تصمیم سومی که باید بگیری، باید تصمیم بگیری در هر شرایطی، با هر چالشی، هر چقدرم که سخت باشه، تو باید ثروتمند بشی. ببین براین تریسی جالب میگه یه قانونی داره به اسم قانون فقر. قانون فقر میدونی چی میگه خیلی‌ها فقیرن به یه دلیل. اونا هیچ وقت تصمیم نگرفتن پولدار شن، تصمیم نگرفتن ثروتمند شن. ببین تو این کره خاکی ما میتونیم به خیلی چیزا برسیم، به شرط اینکه واقعا بخوایم ثروتمند شیم، واقعا بخوایم درآمدمون بیشتر شه، واقعا روش تمرکز کنیم. اونی که تمرکز کنه که درآمدش رو بیشتر کنه، الان درآمدش 1 میلیونه، میکنش 2 میلیون، 2 میلیون شد 4 میلیون، مدار به مدار میره بالا و بالاتر. فکر و ذکر تو اگه بذاری روی ثروتمند شدن 1 تا 3 سال زمان میبره که زندگی از این رو به اون رو بشه. پس این تصمیم رو بگیر. یه بار زندگی میکنی، این یه بار رو زیبا زندگی کن. و در پایان نظرات شما انرژی مثبت واسه من. ممنون میشم که حتما نظرتون در مورد این ویدیو رو این پایین به اشتراک بذارین. پیروز موفق باشین. یا حق.